آقا سلام، خیلی خوش اومدیم به قسمت دوم روز دوم ماینکرافتمون. آقا روز اول فول آیرون لباس پوشیدم و خیلی باحال شدیم. امروز میخوایم بریم دنبال دایموند ها رو پیدا کنیم و حالشو ببریم. آقا بریم خونمون، اول بریم خونمون رو به گشتن دایموند ها. خیلی آقا میکنیم پایین، بریم پایین ببینیم چه چیزی میتونیم پیدا کنیم. یه دونه چراغ هم بردارم من. چراغ چرا ندارم؟ از اینجا پیدا میکنم، هیچ اشکالی برای من نداره دوستان. بله تورچ، همه تورچ رو برداشت. حله 20 تا تونستیم تورچ پیدا. حله آقا برو بریم پایین ببینیم چه چیزایی میتونیم پیدا کنیم. نه به نظر من اینطوری کندن عادلانه و خوب نه. آره همینا، بریم پایین. صبر کن این شکلی بریم پایین باحال‌تر بشه. آقا ویدیو رو سرعت میزنم. خیلی خوب، شما خسته نشین، با حال کنیم. برو بریم. آقا یه غار پیدا کردیم. اوه کریپر ترسی ندارم، سپر رو بردم. حال کنیم. آقا این شیدر سب کنیم اینو بترکه. این شیدر چیز آیرون چیزو واضح روشن نمیکنه. سب کنیم شیدر رو ما تغییر بدم. این شیدر آره این شیدر خوب نشون میده. هنوز توی چی میگم ماینینگ بریم این شیدر رو استفاده کنیم. بعدش که ماینینگمون تموم شد از شیدرهای دیگه استفاده کنیم. خیلی خوب. زغالو بکنیم دوستان به نظر. اوه یادم رفته بود اینجا چیز هست. صبر کنیم جلو اینو بگیریم. الفه اوه شکست بچه. وای خدا. وای ببینید. اوه چیزی واسه خوردن ندارم بچه. الان بهترین کار اینه که فرار کنیم از اینجا. آقا تا این آیرونامون بپزه ما بیایم اینجا اینو درست کنیم واسه خودمون. آره خوب شد. اینو میتونیم پلکانی بذاریم. عالی. آره با این سرعت بریم عالی میشه. باریکلا عالی. خیلی خوب. سرعت بزنم ویدیو رو حال کنم. عالی شد. عالی. خیلی خوب. نه تا بپزم من بردارم اینجا. اینو برداریم تبدیل به حل 2 تا کلنج واسه خودمون بسازیم. فعلا کافیه دوست.
فعلا ها واسه امروز فکر کنم کافی باشه. حل غذا هم واسه خودمون بپزیم خیلی. آقا رسیدیم کف زمین. حله عالی شد. آقا رسیدیم کف زمین. برگردیم راهمون رو خوب درست کنیم. آقا ورژن ماینکرافت من 1.16.5 خب 1.16.5 راحت تر میشه آیرون پیدا کرد. آقا رسیدیم کف زمین. حله عالی شد دوستان، واقعا عالی شد. خیلی خوب اینجا شروع به ماینینگ میکنیم. ببینیم آره نه یه دونه باید بیایم بالای زمین. خب از کف زمین باید یه دونه بلاک بیایم بالا، یعنی دقیقاً اینجا میشه. اوکی عالی شد. آقا از اینجا دوتا نه سه تا بالامونو میکنیم و حالش. آقا اینجا یه سرعت میزنم یعنی کیف میکنه. آقا برو بریم 3 2 1 شروع. برو بکنیم حالشو ببریم. آقا دایمند نیازم 3 تا دایمند بگیریم خیلی خوب میشه دوستان، خیلی خوب میشه. تو روز دوم میتونیم بریم اند اور. یه لحظه خوشحال شدم فکر کردم دایمنده که دایمند نشد. آقا ارتفاع رو کمتر میکنم، دوتا میرم که باحالتر بشه، سریعتر به دایمند برسیم. حقیقتش دایمند پشمام دوستان. تو روز دوم دایمند چند تا آقا پشمام ریخت حاجی، امکان نه. چه زود آخه، اصلا چه زود. تو روز دوم 4 تا دایمند پیدا کردم. آقا برگردیم. نه اینجا رو یکم ادامه بدیم برگردیم. حاجی کیف کردم به خدا، اصلا نمیدونین چه لذتی داد به هم دایمند پیدا کردن. آیرون هم اینجا پیدا کردم. عالیه آقا عالیه. این هاردکور رو انشالله میتونیم تموم کنیم به امید خدا. آقا برو بکنیم حالشو کنیم. اوه اشکال نداره، یکم هم بکنیم دیگه برمیگردیم اندو میسازیم. نه اند فکر کنم زیادی باشه. نه دوستان دیگه تایم ویدیو داره به 20 دقیقه میشه. واسه شما خیلی زود تموم شد چون کلی کات میدم ویدیو رو، خسته نشین. خیلی این آیرونه رو بکنیم برگردیم خونه کلنگ دایمندی بسازیم و تموم کنیم این قسمت رو. قسمت روز 3 یعنی بریم واسه اند دوستان. اند خیلی خوب اینجا بله تمام. و تمام دوستان. با 4 تا آیرون میگم آیرون با 4 تا دایمه میریم خونه دوستان. تو روز دوم یعنی پارت دوم و قسمت دوم اومدیم
یه کلنگ آیرونی خفن واسه خودمون درست کردیم و خیلی زود تونستیم به آیرون دایمند برسیم و یه دونه دایمند اضافه هم تو دستمون هست. 34 تا آیرون داریم، 9 تاش هم هنوز داره میپزه. یه دونه فیلت هم درست کردیم، نمیدونم حالا هرچی اسمش. و این قسمت هم به پایان رسید دوستان. پارت 3 میریم اند، یا روز سوم میریم اند و حالشو میبریم. دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد چنل منو ساب کنین، ویدیو رو لایک کنین و کامنت هرچی نظر دارین تو کامنت ها بدین. اگه یه ایده جدید واسه ماینکرافت داستانی یا هرچی میخواین بگین، من حتما درستش میکنم. فعلا